یک چیزهایی که تو خونه شما خدایی لازمه، بدون شوخی. مثلا تلویزیون مدرن، سطل آشغال، کتابخونه، هزار چیز دیگه تو خونه شما مهمه که باشه و خونه تو رو زیبا کنه. خب ما اینجا با چیکار کنیم؟ گوش کنیم. اینجا اول چی میسازیم؟ تلویزیون مدرن. خب اینجا چیکار میکنیم؟ نگاه، 1 2 از این ورم 1 2. خب میرید بالا، 3 تا برید بالا، یکی از این طرف، یکی از این طرف، باز برید. خب اینم از این سازه، درسته؟ الان نگاه کنید، درست نمیشه، درسته؟ بعد بزنید وسطش که این ساخته بشه و اینم از تلویزیون مدرن. خب اینجاش هم یکی بده بالا، یکی بده بالا، خوبه. یا مثلا ارتفاعشو میتونی پایین تر کنی، اونطور بهتر. خب اومدیم با آموزش سطل آشغال. خب یک سند ور میداری، همون شن خب بخواه خوشگل تر اینا بشه، اینا رو میداری کنارش. یه لحظه، خب یه لحظه، و از این هم میذاریم و اینجا رو نگاه کنیم، قیب میشه، قیب میشه، قیب میشه. اینطوری هم درشو ببندیم مثلا. خب دیگه یه چیز دیگه هم هسته، لحظه، کتابخونه. این کتابخونه که زیباه، 3 تا میری بالا، 1 2 3 تا میری بالا، 2 تا از این طرف، 2 تا هم از این طرف، یکی میزنی زیرش، مثل پله بله وسطش اینو میذاری. نگاه کن الان برید کنارش. واه چه زیبایی شد. این هم که یه گوشه از خونه تو باشه خیلی قشنگه. بریم سراغ مبل. لازم من وسایل مبل رو بیارم. خب مبل 1 نفره، یکی میذاریم اینجا، این روش لازم، یکی میذاریم اینجا. خب الان این یه مبل 1 نفره، بفرمایید. اینم یه مبل 1 نفره. خب الان مبل 3 نفره یا 2 نفره، یه لحظه اشتباه شد، اینجا فاصله بگیرم. خب بزنیم دیگه، یکی مزید. الان این شد یه مبل خوب راحت. یکی مثل اینجا بذاری، یکی بزنید به اینجا، یکی بذارید، یک کوچیک‌تر شد. بهترینش همینه. این خیلی بزرگه، یکی کم بکن، نه 2 تا بکن، 2 تا بکن. خب عالی شد. اینم یه 2 تا مبل. بعد چی میذاریم که قشنگتر بهتر بشه؟ یکی از اینا، از اینا، اینو میذاریم وسط، اینم روش، به این زیبایی. خب اینم بود از یه آموزش چیزها، ساخت چیزهای تزیینی برای خونه شما.